خب در جلسات قبلی تونستیم لوکیشن، کشبری، آموزش کار با پلاگین سی پروفایل و همچنین این جای هود رو شبیه سازی بکنیم. توی این جلسه من قصد دارم به کابینت های دیواری با درب شیشه‌ای بپردازم. این برای مدل کردن درها از چه تکنیک هایی باید استفاده بکنیم. به نظر میرسه که ارتفاع این کابینت های دیواری چیزی حدود 80 یا 70 هستش و ما میتونیم مثلا از 80 استفاده بکنیم با عرضی حدود مثلا 40 یا 50 سانتی متر. ما روی 50 سانتی متر کارمون فیکس میکنیم. از زمان فرونت یک باکس برمیدارم و با اتوگرید توی این ناحیه باکس رو ایجاد میکنم که شاخصه ارتفاع 80 سانتی متر. البته اینجا جای عرض و طول ارتفاع به نظر میسه که عوض شده و هوا میتونیم اینو اصلاح کنیم. حدود 50 سانتی متر عرض و 35 سانتی متر میخوایم بهش عمق بدیم. به نظر میرسه که این موضوع رو ما باید یا این ابعاد رو جابجا بکنیم یا روتیت کنیم. خیلی راحت اسنپ تایگر رو فعال میکنم. دقت کنید که روی 45 درجه باشه تا سریعتر روتیترشون انجام بشه. اون رو مماسه بر دیوار از نمای لفت چک کنید که کاملا مماسه بر دیوار باشه. به این صورت اگه میخواید تغییرات خیلی ریزی یا جابجایی ریزی انجام بدید از این محورهای سه‌گانه استفاده کنید. من با محور X میخوام مقداری کار کنم. یا محور Y خوب هستش. توی محور X برمیگردونم این صورت و توی محور Y مقداری اونو از دیوار فاصله کنم. از نمای فرونت اگه ملاحظه بفرمایید شما میبینید که حدود 20 سانتی متر از سطح این تاج بالاتر هستش. یعنی بالای تاج و بالای باکس کابینت بدون اتصال تاج ها در یک راستا معمولا حدودا قرار داره. به نظر ارتفاع 80 نمیتونه کافی باشه. من به 90 اون رو افزایش میدم و با 90 به نظر به ساختار خوبی تونستیم برسیم. توی این محدوده شما میتونید توقع داشته باشید که جانمایی خوبی صورت گرفته باشه. یک باری به تصویر برمیگرد میبینید که وقتی که زیر شرقی تاج بخوره ارتفاع مناسبی خواهد شد. خب با همین شروع میکنم. تبدیل به ادیتیبل پولی. یه بار دیگه وضعیت تصویر ببینیم که از یک درب 4 شبکه تشکیل شد. پلیگان مقابل رو انتخاب میکنیم. بهش اینستی به اندازه ضخامت MDF میدیم، ضخامت استاندارد MDF و به این اکسترود منفی عمق این کابینت رو ما 35 گرفتیم. روی همون 34 یا 34 و نیم 34 ممیز 7 میتونه استاندارد بشه. البته با مقادیر منفی باید این کار انجام. این مقادیر رو برمیگردونم، منفی رو وارد میکنم، این اعداد رو پیست و نهایتا کار رو فیکس میکنم به این صورت. از نمای فرونت نزدیک موضوع میشم. لیست دو بعدی ها میام، یک رکتانگل برمیدارم. میتونم اونو کلا ایزوله کنم با آلت و کیو اسنپ رو فعال و از اینجا شروع میکنم به کشیدن رکتانگل. دقت کنید رکتانگل در جای خوب تصمیم شده باشه، به نظر ترسیم نشده. هم یک بار دیگه اگه سندتون رو یا موضوعات سندتون رو گم کنید از این ابزار استفاده کنید که زوم اکستند.
یک کار دیگه دقت کنید رکتانگل رو داشته باشید و از همینجا ترسیم میتونه انجام بدید. اسنپ رو غیر فعال کنید، مختصری به سمت جلو میارم، ایزوله میکنم، از نمای فرونت با این ابزار رو پیدا میکنم و شروع میکنم شبکه‌های داخلی موضوع رو هم ترسیم میکنم. یک رکتانگل دیگه مثال در این ناحیه به نظر خوب هستش. از همین رکتانگل با پایان نگاه دقت داشته باشه این رکتانگل در این رکتانگل دیگه ایجاد شد، مشکلی نیست. میتونیم فقط برگردیم یک بار دیگه این رکتانگل رو ترسیم کنیم به صورت چشمی به نظر خوب نیست. اونو به تبدیل به پلی تبدیل ببخشید به اسپلاین، با اسپلاین این موضوع رو کامل انتخاب کنید، شیفت رو میگیرم و از همین یک کپی تهیه به گونه‌ای تنظیم کنید تا این حاشیه ها کاملا از دو طرف مساوی باشه. نگران نباشید در صورتی که فکر میکنید این توازن رعایت نشده در هر مرحله از مدلینگ میتونید این تغییرات رو ایجاد کنید. مجددا اسپلاین میگیرم، کنترل نگاه میدارم تا هر دو اینها انتخاب بشه و مجددا شیفت رو میگیرم، فلش محور زد رو با کلیک چپ انتخاب و درگ میکنم تا این قاب هم به این صورت ایجاد بشه. به نظر شاید لازم باشه یه مقداری منو بریم پایین‌تر. خوب هستش و هر 4 موضوع انتخاب میکنیم، مقدار رو اسکیل میکنیم. خیلی خوب هستش. الان به نظر عالی میرسه. خوبی که این موضوع خواهد داشت این هستش که همه اینها در یک اینجا تداخلی اتفاق افتاده، باید این تداخل رو از بین بره. میتونم از این ابزار استفاده کنم، این ورتکس ها رو در نقطه خوب قرار یا میتونید از سگمنت ها بهره بگیرید. به این صورت مختصات محور ایگرگ رو کپی میکنم یا محور زد، این رو انتخاب در همین ناحیه پیست میکنم. مختصر رو به پایین میارم، مختصات محور زد رو کپی در این محور پیست میکنم تا دقیقا در یک نقطه قرار بگیره. خب الان به نظر خوب هستش و تو یک بار دیگه تنظیمات بیارم و مقداری همونو به سمت کناره ها تمایل کنم. برمیگردیم به محیط پروژه. خب به نظر فاصله غیر منطقی افتاده، میتونیم اینو انتخاب کنیم. در صورتی که الان کار رو با موضوع نمیتونیم الان کنیم، ببینید که الان برای این موضوعات کاملا غیر فعال هستش. از زمانی تاپ اون رو به مرکز خطوط اصلی هدایت کنیم. نزدیک بشید تا این انطباق خوبی ایجاد بشه. اما به نظر با دقت بالایی میتونستیم کار انجام خوب هستش. از این مودیفایر تحت عنوان مودیفایر بیول میتونیم استفاده کنیم.
می‌بینید که کاملا حجم بهش بخشید. لول اول رو من میتونم بگم که 1 سانتی متر باشه. لول دوم رو میتونم بگیم که ممیز 6 دهم باشه و توامان مقداری هم به سمت داخل اوتلاین میشه تا این شیب برای ایجاد بشه. میتونیم این مقدار رو هم به 3 کاهش بدیم و اینجا به ارتفاع ممیز 3 اضافه بشه. به این صورت اگر پروژه برگردیم و این موضوع رو با این موضوع الاین کنیم در همه محورها، چون برای این باکس ساخته شده میتونه سنتر روی سنتر نتیجه خوبی در گام اول به ما بده و در محور ایگرگ، همین محور سبز رنگ، انتخاب باید بشه مینیموم بر روی ماکسیموم یا بالعکس ماکسیموم بر روی مینیموم ست و تنظیم بشه. به این صورت خب به راحتی تونستیم جای درب شیشه‌ای رو شبیه سازی کنیم. اتفاق باکس رو اجاره میکنیم و چک کنیم که به خوبی ایجاد شده باشه که به نظر خوب میرسه. میتونیم این موضوع رو تبدیل به پلی کنیم و در هر مرحله از کار میتونیم با جابجا کردن این ورتکس ها فرم درب ها رو تغییر بدیم و به زیبایی شبیه سازی کنیم. من ترجیح میدم که از این ساختار استفاده کنیم که ساختار صلیبی و زیبایی بمونه. به این صورت شاید منطقی باشه که ما یک طبقه هم برای این موضوع ایجاد بکنیم. در این کار تنظیمات پولیگان میایم این موضوع و ایزوله کنیم و این ایج رو انتخاب میکنیم، یک کانکت ایجاد میکنیم. اینکه کانکت کجا باشه بستگی به موقعیت قرار گرفته این شبکه درخور شیشه ما داره. میتونیم با جابجا کردن این خط اون در نقطه درستی قرار بدیم. به این نظر خوب نیست. یه مقدار دیگه اگه بالاتر بره به نظر خوب هستش. این بار از چنفر استفاده میکنیم. چنفر روی ممیز 8 دهم تنظیم میکنم به این دلیل که چنفر کاری که میکنه هنگامی که شما چنفر یک بارش در نظر بگیرید میاد و همون خط رو از مرکز به سمت بیرون منتقل میکنه با این مختصات. این مختصات ضرب در 2 میشه و عدد 1 و 6 که ضخامت استاندارد اندیف هستش رو به دست میاره. رو تایید میکنم. این موضوع رو پولیگانش رو انتخاب میکنم. لازم داریم که این پولیگان رو کاملا دیاتچ کنیم. از این ابزار دیاتچ استفاده میکنم و به عنوان یک کلون میتونم به عنوان یک کپی، یعنی این قطعه سر جای خودش بمونه و تو امان یک کپی ازش گرفته بشه. به این صورت این بار میتونم این قطعه رو انتخاب بکنم از یک مودیفایر تحت مودیفایر شل که به اون پوست میده استفاده بکنیم. شل رو پیدا کنیم به این صورت. چون ضخامت MDF یا کابینت هوایی رو روی 50 ست کردیم و 2 تا قطر یا ضخامت MDF 1 و 6 از داخل این موضوع کم شده و میتونیم 50 رو منهای 3 و 2 بکنیم. عددی که به دست میاد میتونه ضخامت یا طول استاندارد این طبق میشه. به نظر میتونه 56 ممیز 8 عددی باشه که کاملا استاندارد بشه. البته ما میتونیم این عدد رو بکنیم و در مقدار مخالف وارد کنیم. اینجا رو من 0 تغییر به این صورت اینطور میزنم تا طبق به خوبی در جای مناسب ایجاد بشه. البته باید 46 رو من میزنم به اشتباه 56 رو زدم که کاملا الان استاندارد برای ما ایجاد به این صورت. در مرحله آخر کافیه که از نمای روبرو و فرونت
بیایم و شیشه این موضوع رو هم انتخاب بکنیم. خیلی راحت میتونم از یک پلین استفاده کنم یا حتی از یک باکس به این دلیل که میتونه قطر واقعی داشته باشه به نظر بهتر میرسه. اتروگید رو فعال کنید و از اینجا بیاید یک باکس ترسیم کنید. قطر باکس رو من روی ممیز 3/10 میذارم و سایر ابعاد درستی میتونه باشه. اون رو به پشت درب‌های شبکی منتقل میکنم. به این صورت میتونیم از الاین هم استفاده کنیم. یعنی از الاین با دقت بسیار بالا این کار انجام بدیم که میتونه در محور ایگرگ، انتخاب محور ایگرگ و مینیموم بر روی ماکسیموم این نتیجه ایدئال رو ما بده که کاملا پشت این موضوع برای ما این شیشه جانمایی شد. به نظر خوب هستش. خب کار دیگه که باید انجام بشه میتونیم به نمای وایر فریم بریم با F3 بدن رو انتخاب کنیم، در رو انتخاب کنیم، شیشه رو انتخاب کنیم و همچنین این طبق رو انتخاب بکنیم. F3 رو من میزنم، مختصر اینو جابجا میکنم. خب شیشه انتخاب نشد. کنترل میگم شیشه رو انتخاب میکنم. فعلا از اونها یک گروپ تهیه میکنم به این صورت. میتونیم اون رو ایزوله کنیم و از این موضوع یک کپی تهیه کنیم به این صورت که اسنپ رو فعال کنید، شیفت رو نگه دارید، از این گوشه با پای نگاه داشتن کلیک شد به سمت دیگه نزدیک گوشه دیگه تا این اسنپ برای ما سبب بشه که این موضوع به هم دیگه بچسبن. پیرو میزنیم تا نهایی پرسپکتیو ما ارائه میشه. هر دوی موضوعات رو من انتخاب میکنم، برمیگردم به صحنه، اسنپ رو با زدن کلید 3 انگلیسی از روی کیبورد انتخاب میکنم تا این غیر فعال بشه. شیفت رو پایین نگاه میدارم و یک کپی دیگه از این موضوع تهیه میکنم. در سمت دیگه پروژه از اون میخوام استفاده بکنم از نمای تاپ. البته نمای تاپ نمای مناسبی نیست چون این تاج معنی دیده میشه. پیرو میزنم تا دید بهتری داشته باشیم. این ابزار میزنم تا به صحنه برگردیم و موضوع انتخاب شده در میدان دید ما قرار بگیره و نهایتا اونو داخل در پروژه میکنم به این صورت. خب یه مقداری از صحنه به نمای دید دوربین تصویری میگیم که کاملا به صورت خیلی خوبی برای ما شبیه سازی شده و در ویدیوهای بعدی نحوه شبیه سازی و مدلینگ سایر باکس ها رو با شما خواهیم. موفق باشید.